اومدیم پرده بخریم. اول غذا میخوریم. میگه محمود میگه چی میگه؟ میگه پرده زنیه. چی فول نیوردم. من میدم بهم بده. باش. آخه چطوری بدم؟ خب اینم وصل شد. ممنون. وقتی وصلش کردی نمیتونم یه دقیقه برم روش بشینم. یه دقیقه میتونی همیشه بشینی. ما وصلش کردیم که تو بتونی همیشه روش بشینی. ای والله. بچه اینجا چی نوشته؟ مان تاراکی؟ مان تارای. ولی چقدر نانازه. تو چی می‌کردی کلت؟ شبیه اینه که قبلشون رو برداشتن میره این ور. چی کار داری بچه رو؟ اون چیز کرده نگار رفته لیپوی ساکشن قبقب کرده. اون فرق داره. نه مخالفت کنم. ببینم چه شکلی؟ مخالفت اینجا تو برمی‌داره اینجا اینجوری میشه میره تو. اصلا تو اینجا من بردارم. پهلو داره. لیپو. من اینجا خودم برم بعدش لاغر. بابا میتونه. همینجا بچه‌ها تبلیغ میکنن دکتر صالحی حتما بریم پیجشو ببینید. آره. عملای مختلف کنید. بگین از طرف من اومدی. 10% تبلیغ. نه ولی خودتون یه حالا این کارو براتون. عالی شد. بچه‌ها این برم که خونمون پای تختم داشتیم میدیدیم طبق معمول همیشه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این گله رو ما اشتباه درست کرده بودیم. این اینجوریه که ما درست کردیم. این درستشه که سینا برامون درستش کرد. خیلی خوشگل تر شد. بچه‌ها اینم صندلی. ما هم تستشو بگیریم که اگه مشکل پیش اومد درست بچرخون چه وضعشه آقا؟ مگه بچه این چه باحال اینجا چرا با این جلوست؟ این چه فازیه؟ چی شد؟ خب چرخدارا اینجوری هن دیگه. آره سوار این صندلی من شد. بالشتات هم نصب نکردیم. میخوای چیز بکنم که من نمازت بگیرم؟ چه دریفتی میکشه؟ ببین آقا الان یه دریفت یا اول بعد وایسا این اهرام داره میتونی بخوابونیش ها. ایوالله کجا؟ اما نه پشتی. آره اون بکش دو بالا. تا داره راستی. نه خیلی نکنم برگرد. اوه خوشم اومد وایسا. تو رو میتونه ولی فکر نکنم من بتونم. رام ببر. بعد چی درسته؟ نه اینجوری صافش کنم و قفلشو بزن همونی که دادی بالای پایین رو برعکسش. این چه جوریه؟ این من پایینشه. این برای پایینش. این برام خوشگل‌تره. تو فیلمت مشکل نداره. خب بچه‌ها فرمون فرمونشو کنترل کنی. همونجوری که در رانندگی اون یه عالم اونجا. ببین محمود نیا کن. خب چون سینماتیکه من برم تو من 2 سال دیگه میشه 30 ساله. من هنوزم دوست دارم برم آسانسور بازی کنم. تو حیاتمون داریم میای بریم. یه روز بریم. یه روز بعد از ظهر. واشر نداره؟ خیلی خالی. گفته A plus C. 2 + 2 is 4. این مال اینه گایز. البته فرق نمیکنه. نه این اصلا مال اونه. آلونش. آره ولی میخوره. حرف که میزنم حرف که نمیزنم. توت فرنگه داریم میریم به بقیه. بابا واقعا باورم نمیشه باید برگردیم. چرا؟ چی فول نیوردم. من میدم بهم بده. باش. آخه چطوری بدم؟ کش بده دیگه. بریم از ATM بکشم. میخوای اگه اینقدر سخته برگرد. بچه‌ها آقا خب بعدا خیلی ناراحت کننده است. خیلی ناراحت کننده است داستان. محمود چون شادی با بالا رفتن مشکل داره کلا. آره کلا با بالا رفتم هم مشکل. ما به شادی باید یه عالمه پول بدیم الان تا الان. اونم زیر زمین بود اوکی بود. آره با پای مادر خرجه. آفرین. یه چیز جالبی بود میگفت من تا مدت‌ها فکر می‌کردم مادر خرج فوشه. بعد فهمیدم از 100 تا بابا کی دهنت سور شده جا تعریف کنم دیگه. بگو بعد فهمیدم که از 100 تا فوشم بدتره. نمیدونم این دوتا تو یوتیوب شوخی‌های من نمیذارن کامل شه. این که کلا حرف نمیزنه نمیدونم چرا با شوخیات مشکل. وسط شوخی‌های من این اون سری که شادی خراب کرد این سری سروش. نه تو بامزه‌ای و ما خرابش می‌کنیم همیشه.
بچه‌ها سروش خواستگار داره طبق خیلی تاجره بود. یکی دیگه‌شون حجره داره روان پزشکیه، یکیشون یعنی خانه داره. ببخشید یکیشون تاجره، یکی دیگه‌شون آره دیگه منم گذاشته بودن یکیشون خیلی خوبه، یکیشون تو اون خیلی خوبه. واسه همین راضی بودی دیگه. فقط یه دونه اونجا بود که به ترانه اینطوری گفتم بس اون دیگه. یه دونه هم دستمو فشار داده بودی اونجا. اون که دیگه ادیت نبود، اون واقعی بود. هرچی که بود دیدید. فشار محبتی. فشار چی؟ محبتی. تو محبتت کم شده مثل این که من فشاری شدی. بچه‌ها خب مهمونی تو بین قاطیه، بریم. جب قرقاتیه. بریم بگیریم اینا رو ببینیم چی میگیم. چی می‌خوایم بگیریم؟ پرده. جا قاشقی، تختی رو تختی، چوب پرده. چوب پرده. آره دیگه. ولی خب هنوز خیلی خرید دیگه مونده. دوشنبه فکر کنم همشو کامل کنه. نه؟ فکر نکنم. دوشنبه نداری؟ ما هنوز دوشنبه شهر هفته کامل دیگه. نکردیم. حقوقمون بیاد. آره. دوشنبه هفته دیگه حقوق می‌خوایم. حقوق ما حقوق بگیریم. ما حقوق بگیره دولت آمریکا هستیم. دوباره داریم میریم ایکیا. اومدیم. الان میام. یه بار اومدیم محبود، دوباره اومدیم الان اینجا. بله بچه‌ها ایکیای عزیز اومدیم پرده بخریم. اول غذا می‌خوریم. اول بریم جا پیدا کنیم. گشنمونه. حقیقتا منم خیلی گشنمه. ما هنوز گاز خونمون بس نشده، یه مشکلی هست که باید بیان درستش کنن. غذا نمیتونم درست کنم. یه ساندویچ میکر گرفتیم، یه گریل تقریبا. هم ساندویچ میتونی توش درست کنی، هم میتونی توش مرغ و اینو درست کنی. ولی خب هنوز وقت نکردم. فقط توش مثلا نون داغ کردم و چون ساندویچ درست کردم اینا. ولی گازمون هنوز کلا درست نشد. منتظر اون داستان. بعد دوشنبه زنگ بزنم. دوشنبه من دیگه باید زنگ بزنم. من عاشق فود کورت ایکیام، قیمتش خیلی خوبه، خیلی خفنه و اینکه خوشمزه هم از غذاش، ولی یه صف طولانی داره. الان خیلی خلوته. بچه‌ها بریم. خب ما رد شدیم از اون قسمت دیگه. من اینا رو گرفتم و اینکه الان میخوام سالاد بگیرم. یعنی ظرفش الان میام ظرفش رو پیدا نکنم. این ظرفشه. یکم سالاد میگیرم از واسه خودم. فکر کنم فتوشه که من عاشقشم. خیلی خوشمزه باید باشه. دیگه چیزی نمیخوام. بذار ببینم از اینجا هم چیزی داره ولی فکر نکنم. دوست ندارم، بر نمیدارم. محبود تو غذا چی داری؟ محبود در کشمش بعدش میاد. اونایی که کشمش دوست دارن بر نخوره. بلند حرف بزن فقط. گفتم دیگه. محبود در کشمش متنفره، برعکس من. که اینجا با هم مشترک نیست. من کشمش دوست دارم. اوکی. الان دارم پوره سیب زمینی میخورم جای توت فرنگی خالی با گلابی. غذای من ولی خیلی خوشمزه است. اونش هم جالبه. گوشت با سیب زمینی. من بابا شادی پاستا. میشه. این ور ایشون چی سفارش دادی؟ من از اونجایی که شمالی هم ماهی میخورم. ماهی خوردش. پاستا و سیب زمینی. بچه ما خونمون زرده، میخوایم فکرم گلدون بگیریم. چقدر خوشگله، خیلی خوشگله واقعا. نانازه. بچه ها زیر سیگاری. بچه این زیر سیگاریه یا جاشمیه؟ جاشمیه. خیلی قشنگن. شماش چندن؟ شماش 15 درهمه. بچه ها کل این شما 15 درهم. آره ولی بو ندارن. بونو میخوای چیکار؟ بوهاش زیاد نمیاد آخه. اینا رو نگاه کن همش 15 درهم. مبارک صاحبش باشه. بگیر. این خوراک توه. و الان میخوابی بزنم زیرت بلندت کنم. بس بگه امشب شبه با حالا کف بزنی ای والا. آخه
تو شریست خاکی میسته عزیزم اینو نگاه کنی یا اینم نگاه کن، اینم گناه داره. شادی اینو ندیدی؟ اینو به شادی تو رو قرار چی گناه؟ چرا نه شبیه یه جای دیگه است. محبوب دنبال رو تختی پیژامه‌ایه به همون پیوستن. اینا تهش کدومه؟ اینها اینه. گوره خری دوست داری؟ یاد یکی نمیافتی؟ نه یاده گوره خر یادم کیه؟ اسکل چه خوش یادت نمیاد؟ نه دا اینا رو گفتم. تو اینا رو گفته بودی، تو اینا رو زیر لب گفته بودی. یادم آره اون ورتر دیگه ملافه خالیه. حافظه ای درست. آره این خیلی خوبه، این خیلی نازه، این خیلی خوشگله. بچه‌ها اینو بگیریم. یه نفرش دو نفرش 130 خوبه. خوشگله، آره قیمتش هم خوب. آره آره. اینو بگیری. این راهش هم به پرده میخوره. خب یه دونه دیگه هم بعد بگیرم. اون یکی رو چه رنگی می‌خوایم برداریم؟ ما پرده رو مثلا خریدیم 150 درهم، صندوقش هم دقیقاً همون قیمته. فکر کنین یا 100 درهم 80 درهم نمیدونم. خلاصی که خیلی گرون‌تره. محمود هی میخواد منو از اینجا ببره، میگه بیا بریم زیاد چیزی نخری. یه هر چی میبینم چون خوشم میاد میخواد فرار کنه از دست. No, God, please, no, no, no! واقعا خیلی سر خوشگلی اینجا داره. واقعا خوشگل. الانم داریم تو قسمت چراغ‌خوابا. دیوونه دارم میشم. خریدامون کو بچه‌ها؟ خریدامون. اون بره. خیلی چیزی نخریدیم. یه چیزی که واقعا هنوز لازم داشتیم. پرده، چوب پرده دیگه، گلدون، رنده، جا قاشقی، جای لباس رفت، جای لباس چرک. دوستانم دارن سله آشغال انتخاب کردن. اون خیلی عریضه. تو دیگه خب بگیرم اونو. چنده؟ 600 شو تو هم. نه اون خیلی یه جوریه. ولی 600 هم خیلی دیگه. مشخص نمیکنه این چیه. سطل آشغال چه گرون شده. سله آشغال واقعا گفتم پردامونن سله آشغال قیمتش. نگویم من. آشغالمون هم قیمت پرده. آفرین سله آشغالمون هم قیمت پرده است. یعنی واقعا چرا؟ اینم 200 زیاد خدایی. بچه‌ها خریدامون اینجاست. محمود داره چوب پرده هم میکنه. اینجا همه شکستنیه، ممکنه اصابت کنه دیگه. ولی بدونیم چه چیزایی اینا رو گرفتیم. چی می‌خواستیم؟ خیلی خوشگلن. اینو ببینین، عاشقشم. خیلی بانمکه. چیه زرده؟ کدوم؟ هر چیز زردی میبینی؟ خب جویا 9 درهمه. آره سفید. اینا خوشگل‌ترن. آره این بیا اینو به جای یه چمه دیگه برشیم. ما داریم خونمون رو زرد میکنیم با خاکستری. واسه همین همه چیزایی که زرده رو حتی اینو دارم میبینم ببرم خونمون. بریم وسیله های تراس رو نگاه کنیم ببینیم چی بگیریم. خب ما داریم حساب میکنیم وسیله هامونو. البته کارت جا گذاشتیم. شادی داره حساب میکنه. کارتمون رو جا گذاشت. ما میخوایم شادی حساب کنه فرار کنیم بچه‌ها. برمیگردن ترکیه، ما میمونیم و خریدار خونش. آره اگه خواستین کلید میدم بریم ولی برداریم. کلید داریم. همه چی زرده. چقدر نازه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم خونم زرد بشه. همیشه به صورتی فکر می‌کردم. محبوب اونجا یه شکستنی حواست باشه. میدونم ولی خب ما همه چی خریدیم بچه‌ها. همه چی الان ما این تو پن جا کفشی بخریم. یه چیز خاصی واسه خونمون نمونده که بخریم. همه چی خریدیم. ببینید اینا خریدم. اومدیم اینجا جا کفشی پیدا کنیم. ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. چه تابلوهای خوشگلی داره. ای بچه پارت 2 امشب میاد. پارت 2 این ویدیو که این پارت 3شه. پارت 2 خیلی منم دیدمش. مینیمالشه. اونو 25 درهم بگیرم؟ آقا جا ندارم دیگه. با نمکن. خیلی با نمک بود. دوستان پرشین خاویار میخواین که بگیرم. دم ایران و پرشین خاویاراش گرم. اینجا هم حتی هست. انقدر معروف. کنی 10 تا ماهی دیگه بعد داریم انکوباتور. تخم ماهی چون که ما دیگه خریدامون تموم شد. داریم میریم خونه شادینا. البته اول دریل برقی رو برداریم بریم خونه
پرده ها رو بزنیم. بعد اینا دیگه بعدش این ماشین زیبا که میبینید ماشین سینا و شادیه. ما الان داریم وسیله ها رو میچینیم داخل ماشین. به قول مامانم این دستم به اون دستم میگه گو نخور. اصلا مغزم خالی، الان خوابم میاد، داشتم میافتادم اونجا هم داشتم میخوردم به یه ماشینه. خسته شدم، خیلی خستم. بذار اینو بذارم اینجا. فعلا اینا رو بذاریم این تو بچه. خب میخوام چیزایی که خریدیم رو بهتون بگم چی بود. رو تختی خریدیم، اینا رو تختی هن. یعنی این روی دوشک میاد. بعد دیگه چی خریدیم؟ این تابلوها رو خریدیم. جای لباس چرک خریدیم. پرده خریدیم برای هال و توی اتاق. دیگه این گلدونه رو خریدیم، اینم که نشونتون دادم. بعد سله آشغال آشپزخونه خریدیم. دیگه اون برم الان بهتون نشون میدم. دیگه ظرف واسه صدا ماشین لباسشویی میاد، ببخشید. ظرف واسه یخچال خریدیم که غذاهایی که میره توی یخچال رو بذاریم. 4 تا ماک خریدیم، خیلی خوشگلن. همینا رو خریدیم دیگه با فرچه توالت و از این جور چیزا. اینم یادم رفت بچه‌ها، چراغ خواب کوچولو هم خریدیم. البته قراره یه دونه بزرگش رو بخریم. اینا که اینجوری گرده اینطوری میاد روی مبل. هفته دیگه میخریم اون چیز میذاری روی چیز پیزا رو. دالتونا دارن پرده رو میزنن. این تصویری که میبینی باسن سروشه. سینا بچه محبوب شورتش با پرده‌مون سته. Hey, come here, look at me. Hey, look at me. What did I say? No. بله. بخوای یه کوچولو صندلی ببریم واقعا دالتونن. چیکار داریم میکنیم؟ واسه اینکه گچ نریزه پایین دارن اون کارو میکنن. آره دوستان نگاه کنید چی در آوردم. کارو ببین، اون کارو بگیر، اون کارو بگیر. بچه‌ها ببینید سینا جان چیکار کرده. دکتر فنی هم دکتر پرده که میگن شما این. نوشابه خوشمزه. اصلا هم فکر نکنین که فقط توش نوشابه است. ببین واقعا یعنی کارو نگاه کنین، کار تمام. حالا بجز اون ور که حالا خط کشی میکنه. ببین خط کشیامو کردم، آمادم که در واقع یه پرده همچین شکلی به اون شکل بدم. دوستان عزیز حتما پیج پرده زنی ما رو فالو کنید. بله. دنبال کنید، دایرکت بدید. در عرض 24 ساعت پردهاتون به همین کیفیت نصب میشه. فقط در دبی. تحویل در منزل. فقط در دبی. میگه محمود میگه چی میگه پرده زنی جزیر و شرکای محدود. غیر از اون رفیقا. بابا من واقعا اینجا اعتراض دارم. هر کار فنی میکنه من اسیستش وای میستم و هیچ نامی برده نمیشه. هیچ نامی برده نمیشه. ببین آقا بعد خودت یا خودت. آقا سروش هر بار به من شکایت میکنه، میگه چرا خب هیچ پولی از سهمت به من نمیدی. آقا خدا شاهده شما من پول دادین؟ نه. من خب چجوری پول بدم؟ یعنی چی بذارم؟ نمیشه که. چرا با حساب میکنیم؟ از نمیتونم بگم. از اسپانسرمون میگیریم و دوستان دارن میرن خونه. اینجا خودت
1 ساعت از ما کار کشید. 1 ساعت چی 60 ساعت دیوار خراب کن بلا اینا. یه چایی به ما نداد. ای بابا یه چای ما نخوردیم. به جاش چیز دیگه ای داری؟ آره. ولی واقعا آدم که کار میکنه تنها چیزی که استراحتش خستگی آدم. آره خستگی چای. دبشه. چای. خیلی خوب نه یه دبش یه برند ناز اینجوری. یاد شاخه عجب چیز باحالی بود. اینم توت فرنگی اصلی اصلی. دست علی یارتون خدا نگهدارتون. بچه همه چی چسبید ولی این تابلو آخر این تابلو قراره اینجا باشه ولی میخ نمیره تو. نه واقعا ولی دو طرف بزنی چسب میچسب. حالا صبر کنید فردا بریم از نمیده. از اون بوی ماه اینجوری. این بوی ماهو واقعا آوردن گذاشتن. زیرش هم بچه اینجا هم اگه دقت کنین من تو ویدیو هستم. بله. اینجا بالا انگلیسی نوشته اونایی که نمیدونن فارسیش میشه تو اون شام من. بابا اگه خیلی طولانیه. دل شما پاشو الان دقیقا بچه ها رفتن ساعت نزدیک یک شب. من میخوام یکم دیگه بخوابم. خیلی خستم. همه اینجا هم که به هم ریخته است همونطور که میبینید. محمود گوش نشه. میکروفون الان صدا میره کسی اینجا نیست. میگه میکروفون بذار. اینجا ببینید هنوز کثافته. بعد مرتب کنم پرده هامون و اینکه اینم من همیشه گوش نشه. تو پول برات چی درست کنم؟ کشک کوبیده. کشک کوبیده؟ نمیدونم چی اسمش. کشک بوده میشه. وای خیلی خندیدم از دست از سینا. دهنت سرویس سینا. ولی خب گوشتم نیست. دلش یه چیزی میخواد. آفرین. خب بذار ببینم امیر دوستمون اومد خونه‌مون برام یادم خوراکی آورد. خیلی از اون ور بیارم. همون هم شکلات. نه چیپس داشت. همه گفته بودن چرا از دستشویی رفتن از خوابیدنتون نمیذارین. حتما در ویدیوهای بعد جبران. فردا صبح ادامه‌شو میذارم. فعلا تا فردا.